سلام دوستان. در زمانه ما تکنولوژی نو و پیشرفته زیاد است و دیگر برای ما استفاده از این تکنولوژی ها عادی شده است و از آن برای کارهای گوناگون استفاده می شود. آدمانی هستند که از این تکنولوژی ها در راههای خوب استفاده میبرند، ولی هستند کسانی که از آن سوء استفاده کرده آن را در راههای نادرست استفاده میبرند. یکی از این راهها هک کردن است. هکرهایی هستند که از اطلاعات شخصی آدمان سر کرده تا اطلاعات نظامی و سیاسی دولت‌ها را دسترس کرده آنها را میفروشند یا در آنها دیگرگونی حاصل کرده تمام اخبارات آن را تغییر میدهند. امروز سراغ هکرهای باهوشترین و خطرناکترین جهان میرویم. از شماره 9 شروع میکنیم. ادوارد ماجرزیک. اگر یادتان باشد سال 2014 رسم‌های اوریانی هنرمندان مشهور در سایت ها پخش شد. این کار یک گروه هکران بود و یکی از آن هکرها ادوارد بود. جیمیل همه هنرپیشه‌های زیاد را هک کرده رسم‌های اوریانی آنها را گرفته از آنها استفاده‌های شخصی می‌کرد. سپس رسم‌ها در اینترنت پخش شدند و ناراضگی افراد زیادی را به بار آوردند که از فاش شدن اطلاعات شخصیشان می‌ترسیدند. سپس ماجرزیک دستگیر شده با 5 سال زندان باید محکوم میشد، اما به خاطر مشکلات پیش آمده نامعلوم 9 ماه حکم زندان را گرفت. شماره 8 جونتون جیمز. او یک پسر 15 ساله امریکایی بود که با 15 سال عمرش توانست اطلاعاتی را که کسی فکر نمیکرد هک کند. او از هک کردن سیستم مکتبش سر کرده توانست به سازمان کاهش خطر امریکا که وظیفه حفاظت از امریکا را در برابر تهدیدهای موشکی دیگر دولت‌ها داشت هک کند. این نوجوان 15 ساله حتی توانست به سیستم ناسا درآید و اطلاعات را با ارزش 1.7 میلیارد دلار را بدزدد و می توانست ایستگاه فضایی بین المللی را هم اداره کند. با همین سبب سال 2000 دستگیر شد و با 2 گناه به حبس خانگی به مدت 6 ماه و ممنوعیت استفاده از کامپیوتر تا سن 18 سالگی محکوم شد. همچنین به سیستم ناسا یک نامه عذرپرسی هم نوشت. سال 2008 و یک چند هک دیگر هم متهم شد و پلیس ها به خانه او زده در آمده او را دستگیر کردند. او هرچند میگفت که گناه ندارد و این کار را نکرده است، ولی کسی به او باور نمیکرد. از ترس زندانی شدن او با اسلحه خودکشی کرد. شماره 7 گری مکینون. او مردی انگلیسی است که به خطرناکترین هکر جهان معروف است. او متهم به هک کردن 97 سیستم نظامی و جاسوسی امریکا شده است. در یک هک خود باعث شد که 2000 کامپیوتر یک جایه خاموش شود و اطلاعات سلاح‌های نظامی را هم تازه کرد. او در یک هک دیگرش روی صفحه سازمان نظامی امریکا پیام نوشت که گفته بود امنیت شما پوچ است و با این پیام گویا شپاتی سخت برای این سازمان نظامی زد. مکینون گفت که او این کار را برای فهمیدن سرهای پنهانی ناسا کرده است و در نتیجه سفینه‌های فضایی پنهان را در آنجا پیدا کرده است. پس از مدت توسط پلیس دستگیر شد و باید به انگلیس دپورتاسیون میشد، اما این کار نشد و پس از 10 سال از محاکمه کردن او دست کشیدند. شماره 6 ماتیو بیوین و ریچارد پرایس. ماتیو بیوین و شاگردش ریچارد پرایس دو هکر پروفسیونالی بودند که سال 1996 با واسطه کامپیوتر به ارگان‌های دولتی حمله‌های گوناگون کردند. آنها سازمان‌های نیروی هوایی امریکا، ناسا و حتی ناتو را هک کردند و آنها همچنین سازمان تحقیقات اتمی کره جنوبی را هم هک کردند و اطلاعات آن را روی سیستم هوایی امریکا فرستادند. امریکا نمی‌دانست که این اطلاعات را کی به او داده است و اگر این اطلاعات از کشورهای دیگر غیر کشور کره جنوبی میشد حتما جنگ برپا میشد. آنها در نهایت دستگیر شدند و با پرداخت 1500 دلار از جریمه و از جوابگری آزاد شدند، چون که آن زمان در امریکا قانون برای این گونه گناه‌ها تصویب نشده بود. شماره 5 آلبرت گونزالس. او هکر بود که سال 2003 در وبسایت شادوکرو کار میکرد و اطلاعات را عاید کریدیت کارت‌های دزدیده شده به این وبسایت میفروخت. او توسط سیستم پنهانی امریکا دستگیر شد و برای آزاد شدن با این سیستم همکاری کرد و توسط معلومات داده او 30 هکر دیگر را نیز دستگیر کردند و سپس خودش آزاد شد. اما دوباره سالهای 2005 تا 2007 او با دزدیدن اطلاعات 170 میلیون کریدیت کارت متهم شد.
او از این راه چنان پول زیاد به دست می آورد که جشن تولدش را با $75,000 گذرانده است و همیشه خوشگذرانی می کرده است. تا حال معلوم نیست که او چقدر پول از این راه به دست آورده است، اما بالاخره سال 2010 دستگیر شد و با 20 سال زندان محکوم گشت. شماره 4. محافظان صلح. آیا فیلم اینترویو را دیده اید؟ این یک فیلم کمدیوی است که در آن 2 نفر نقش اساسی را داشته نقشه میکشند که کیم جون اون رهبر کره شمالی را از بین ببرند. اما قبل از آن که این فیلم روی صحنه بیاید، گروهی از هکرها که خود را محافظان صلح مینامیدند شرکت سونی پیکچر را که تولید کننده با این فیلم بود تهدید کردند که این فیلم را بر نمایش نگذارند. آنها سیستم های شرکت سونی پیکچرز را هک کردند و روی آن ویروس انداختند. چندین ایمیل های شخصی این کارگران را هم دزدیده بودند. یکی از آن ایمیل ها از کارگردان گالیوودی بود که انجلینا جولی را یک بازیگر بی استعداد و ارکه نامیده بود. این هکرها شرکت سونی را تهدید کردند که اگر نمایش فیلم را منع نکند و آنجا حمله تروریستی خواهند کرد. دولت امریکا این حمله فکرها را کاری کره شمالی دانست، اما تا حال آنها شناخته و دستگیر نشدند. شماره 3. کیوین میتنیک. او یک هکر معروف بود که سال 1990 شرکت های ارتباطی را هک میکرد. این شرکت ها نوکیا، موتورولا و آی بی ام بودند که اون زمان بسیار معروف بودند. سال 1993 FBI در جستجوی او برآمد و سال 1995 دستگیر شد و مدت 5 سال زندانی گشت. از او چنان میترسیدند که میگفتند گویا با چند سوئیستاک در تلفن‌های عمومی میتواند جنگ جهانی را برپا کند. برای همین 8 ماه در رژیم سخت در تنهایی به زندان پرتافته شد. اما سالهای پس از زندان او از راه بد برگشت و به شرکت IBM و حتی به FBI کمک کرده و آنها مشاوره امنیتی میداد. شماره 2. کارل کات. میدانید که در جنگ جهانی دوم درگیری سخت بین امریکا و اتحاد شوروی به میان آمده بود. در این میان یک دسته هکران بودند که میخواستند از وضعیت به میان آمده فایده به دست آورند. کارل کات هم یک هکر آلمانی بود که در یک دسته هکران با نام باشگاه کامپیوتری آشوب فعالیت میکرد. این گروه در زمان جنگ جهانی دوم به سیستم‌های دولتی امریکا مثل سیستم ناسا، بانک داتا و مؤسسه فیزیکی اتمی ماکس پلانک وارد شده اطلاعات آنها را می‌دزدیدند و به KGB سیستم امنیتی اتحاد شوروی می‌فروختند. اما سال 1989 دولت آلمان این گروه را و از جمله کارل کات را دستگیر کرد و آنها در برابر زندانی نشدند با دولت همکاری کرده همه اسیرها را فاش کردند. پس از مدت جسد سوخته کارل کات در جنگل‌های منطقه سیسی آلمان پیدا شد. هرچند اعلام کردند که او خودش را کشته است، اما بسیاری مردم باور داشتند و میگفتند که این کاری KGB است تا از همکاری این هکر با گروه‌های مخالفش پیشگیری کند. شماره 1. استرا. سال 2008 یک مرد ریاضیدان ناشناس یونانی در آتن با جرم پرضررترین و خطرناکترین هک جهان دستگیر شد. این هکر که لقبش استرا بود، سایت یکی از سازمان‌های نظامی فرانسه را هک می‌کرده است و طول 5 سال که این کار را می‌کرد اطلاعات اساسی درباره اسلحه ها را می‌دزدیده است و این دزدی او بیش از 360 میلیون دلار ضرر برای فرانسه آورده است. بعد از این او سراغ فروختن اطلاعات آیدی جت های جنگی فرانسه، مصر و هندوستان رفته است و به هر کسی که اون اطلاعات را می‌خواست با نرخ فقط $1000 می‌فروخت است. تا حال مشخص نشده است که استرا کی است، اما برای این جرم 6 سال زندان او را انتظار است. باز یک مطلب دیگر درباره کوچکترین هکر دنیا که 5 ساله است. سال 2014 یک پسرک 5 ساله با نام کریستوفر وان هاسل سیستم ایکس باکس مایکروسافت را هک کرد. او یک روز می‌خواسته است که ایکس باکس بازی کند، اما سن سال او برای این بازی خرد بوده است و نمی‌توانسته است که این کار را اجرا کند. او برای حل این مشکل اکانت ایکس باکس پدرش را هک می‌کند و با استفاده از ارور مایکروسافت توانسته است وارد حساب بانکی پدرش شده این بازی دلخواهش را انجام دهد. این کار او آشوب برپا کرد و در کار مایکروسافت عیب و ایراد پیدا شد که چگونه میتوانستند اکانت کسی دیگر را بگیرند. سپس پدر کریستوفر به شرکت مایکروسافت زنگ میزند و این شرکت مشکلی را برطرف میکند و نام کریستوفر را به عنوان کوچکترین کارشناس امنیتی شرکت در روی خطش مینویسد. در آخر فکر خود را نویسید که کدام هکر خطرناکتر بود و آیا
آیا در دنیای تکنولوژی امروزه ما می توانیم که اطلاعات خود را از دست چنین هکرها محافظت